ادویه‌ای که بیشترین خاصیت را دارند که مقاومت وجود را در برابر هر نوع ویروس بالا میبرد. 1. زردچوبه خاصیت ضد التهابی، ضد ویروس، ضد باکتریا، ضد سرطان و ضد قارچ را دارد. در طب سنتی چین زردچوبه درمان همه چیز بوده است، از دیابت گرفته تا آلرژی، آلرژیک و آلزایمر. ماده فعال موجود در زردچوبه کروماتین است و یک ترکیب آنتی اکسیدانی محسوب می شود که باعث کاهش التهاب می گردد. همچنین نشان داده شده است که کورکومین منجر به کاهش رشد سلولهای سرطان می گردد. ترکیبات ضد التهابی زردچوبه مانع بروز تورم و زرد گردیده و از بروز علائم آلزایمر جلوگیری می کند. مرچ حاوی کپسانسین هست و سابقه طولانی تری در استفاده های دارویی در هند و چین دارد. مرچ منبع فوق‌العاده آنتی اکسیدانی هست که با مبارزه با رادیکال های آزاد می رود و در برابر آسیب سلولی ها که اغلب نشانه آشکار پیری زودرس هست مواظبت می کند. زنجفیل در طب سنتی چین علاوه بر زردچوبه از زنجفیل نیز برای مبارزه با التهاب، درد، تسکین درد عضلات و درمان خستگی استفاده شده است. ترکیبات موجود در زنجفیل مانند داروهای ضد التهابی مانند ایبوپروفین برای درمان آرتریت عمل می‌کند. زنجفیل علاوه بر این ادویه مفید برای گلوندردی و سرماخوردگی محسوب می‌شود. حتی شما می‌توانید زنجفیل را به طور مستقیم روی مفصل دردها از طریق کمپرکس قرار دهید. دالچینی کاهش دهنده قند خون هست و مصرف آن به افراد مبتلا به دیابت بسیار توصیه می شود. دالچینی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است که احتمال آسیب سلولی و بیماری های مزمن را به حداقل می رساند. نشان داده شده است که برای محافظت در برابر بیماری های قلبی دالچینی یک گزینه بسیار مفید است. میخک یک منبع غنی از آنتی اکسیدان ها است که با مبارزه با رادیکال های آزاد می رود و به عنوان یک ضد قارچ قدرتمند عمل می کند. رزماری حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان ها و ضد التهاب است و منجر به حذف رادیکال های آزاد مرتب با التهاب مزمن می شود و ثابت شده است که مانع جلوگیری از پانکراس و جلوگیری از بواسیر می شود. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.